سه چیز در اسلام وضو میخواد: یک، نماز; دو، طواف; سه، دست زدن به قرآن. و تأکید شده که انسان مسلمان در طول 24 ساعت شبانه روز با وضو باشه و با وضو بخوابه رو دست راستش رو به قبله هنگام خوابیدن در شب. چه چیزی تولید میکنه این با وضو بودن در طول 24 ساعت شبانه روز؟ یک، اولین حسی که تولید میکنه در رابطه با قرآنه، چون قرآن وضو میخواد که تو دست بزنی و تو هم در طول 24 ساعت با وضو هستید. این احساس به تو تزریق میکنه، در ایجاد میشه که همیشه قرآن تو بغلته، دست رو قرآنه. این حس اگر قوی بشه تو قرآن رو دست بگیر، برو خلاف بکن، میتونید، با وضو هم هستید.